آموزش تشهد نماز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشهد را به من می آموخت، همان گونه که سوره ای از قرآن را به من می آموخت. متن تشهد چنین است: التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. همه درودها، همه عبادتها و همه پاکیها تنها سزاوار خداست، سرچشمه هستی و نور آسمانها و زمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای پیامبر رحمت، ای چراغ هدایت در تاریکی های بشر، که رحمت و برکت الهی بر تو باد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و سلام بر ما و بر همه بندگان شایسته خدا، آنان که دلهایشان به نور ایمان زنده است و قدمهایشان در راه حق استوار. اشهد ان لا اله الا الله. گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست، تنها حقیقت مطلق، تنها پناه بی پایان. و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله. و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست، پیام‌آور نور، رحمت و بیداری برای انسان.